چگونه آفرین نمیگوید؟ در پیامی که تقریباً 3 ساعت و 10 دقیقه ادامه کرد، 22 دقیقه آن با کفکوبی همراه است. این رفتار وکیلان و مقامات رسمی را بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به رفتار مقامات کره شمالی مانند کردند که همیشه از همین راه صداقت خود را به کیم چن اون، رهبر خودکامه کشورشون، از راه کفکوبی بردوام بیان می‌کنند. شکر گوید با یگان چی ایواز نمیکنیم صاحب استقلالی رادیو آزادی صحنه‌های کفکوبی در پیام را حساب و معلوم کرد که درازترین کفکوبی 42 و کوتاه‌ترینش 4 ثانیه است. ضمن کفکوبی هایی که از 20 ثانیه زیاد است، حاضران همه از جای برمیخیزند و فقط بعد خواهش رئیس جمهور به کفکوبی خاتمه داده می‌نشینند. بسیاری از کفکوبی ها 6 و یا 7 ثانیه هستند و فقط بعد ادامه سخنرانی رئیس جمهور امام علی رحمان ختم می‌شوند. در پیام سالانه امام علی رحمان به مجلس ملی و دایر به وضع اقتصادی و پیشرفت‌های کشور صحبت کرد. امام علی رحمان که بیشتر از 30 سال باز رهبر تاجیکستان است، سالهای اخیر برای سرکوب دیگراندیشان، از صحنه راندن مخالفان سیاسی و زیر پا کردن حقوق مردم به تکرار از طرف سازمان‌های حامی حقوق تنقید می شود. با امام علی رحمان که در سالهای اول حکومتش پیشوا پرستی را تنقید می کرد، سال 2016 عنوان پیشوای ملت را دادند و او حق دارد بی محدودیت در انتخابات پرزیدنتی شرکت کند. چگونه دولت میراث میذاره؟ بعدی سری خود چی میمانه با آینده نسل؟ یک ملک آباد.